بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه واهل بیته اجمعین. بعداً السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اولا همه شما را به این روزهای خیلی پربرکات و خیلی از رحمت خداوند زیاد که این ماه مبارک است تبریک و تهنیت میگویم و به حرمت این ماه و به حرمت این روز جمعه همه ما و شما میخواهم دستی به دعا برداریم و از خدای خود مراد و مطلبهای خود خواهش کنیم. اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرة. خدایا ما از تو میپرسیم اولا مغفرت گناه را. خدایا گناههای ما را مغفرت بگردان. خدایا امنیت را هم در دین ما و هم در ملک ما خدایا برقرار و بردوام نگه بدار. اللهم انا نسألك برکة فی عمرنا و صحة للبدننا و زیادة فی رزقنا. خدایا از تو میپرسیم این عمری که بر ما نصیب گردانیدی عمری پربرکات بگردان و خدایا رزق و روزی ما را زیاده بگردان و خدایا بدنهای ما را از جمیع بیماری ها نگه بدار و توبة قبل الموت و راحة قبل الموت و مغفرة بعد الموت و خلاصا عن النار و دخول فی الجنة. خدایا پیش از آنی که این امانت را از بدن ما جدا میکنی خدایا توبه ما را به درگاه خود قبول بگردان و خدایا پیش از مرگ ما را مرگ با راحت بگردان. کلمه های بزرگی طیبه و شهادت را بر زبان ما خدایا رانده بگردان. بعد آنی که ما را داخل قبرت میگردانی خدایا قبر ما را مثل خانه همان قبری با راحت بگردان، باغی به باغهای جنت دم و بدلشان بگردان و از عذاب دوزخ خدایا این جمعیت ما را نگه بدار. خدایا مراد مطلوب مقصودهای نیکی که در دل این بندگانت است با فضل خودت برآورده خیر بگردان. گذشتگان ما را خدایا رحمت مغفرت بگردان. آرامی را در روی دنیا علی الخصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام نگه بدار. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. پیش از آنی که صحبت امروزه را آغاز میکنیم بر همه شما به دقت همه شما میرسانم که چگونه جمعه پیشین برای شما وعده کرده بودیم که خداوند اگر بر ما مهلت دهد، وقت دهد، حیات دهد که به تکلیف خیلی از برادرهای زیاد تکلیفهای زیاد کردن که در باب قیامت صحبت شود. ما خواستیم اولا از اشراط این قیامت، از علامتهای این قیامت، پیش از آنه که قیامت بالای ما و شما بیاید و خود یک علامتهای دارد، نشانه‌های دارد که باید که ما از اون زینه‌ها میگذریم. بعد به این واقعه خیلی مدهش و وحشتناک قیامت است روپرو میشویم. میخواستم این موضوع را امروز در مدت 1 ساعت به سمع شما با همین علمی ناکافی خودمان برسانم. هر سحر برخیز ای دیل خدمت جبار کن.
هر سحر برخیز ای دیل خدمت جبار کن، گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. گریه و زاری عجب سرمایه درگاهی هوست، هر دم صبح سعادت خیش را بیدار کن. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اذا اصبحت معافا جسدك آمنا فی سربک. پیغمبر خدا میگوید وقتی که شما سحر بیدار میشوید، چشمهای خود گشاده که میکنید و نظر میاندازید که دستهای شما حرکت میکند، پایهای شما حرکت میکند، خلاص همه اعضای شما در جای خودش درست واقع هست. نظر به کلبه خود میکنید، کلبه شما به یگان واقعه، نه سوختار شد، نه بالای شما چپه شد، بلکه صحت و سلامت تا سحر بالای شما پناهگاه شما شد. شما بیدار که شدید، اولا شکرانه به سوی خدا کنید، زیرا که خدای شما قادر بود که شما را دیگر چشم شما را بیدار نسازد. همین چشمی که شما پوشانیدین ابدی روز قیامت بکشاین، این ده هم خداوند قادر بود. یا خداوند قادر بود که این خانه ای که شما در زیر او خواب بودین، این خانه را بالای شما چپه بسازد. لیکن آرام به یگان واقعه شما بیدار شدید. رسول اکرم میگوید شکرانه این شما به جا بیارین. شاعرم همین باز ما و شما طلب دارد، هر سحر برخیز ای دیل خدمت جبار کن. سحر که از خواب بیدار شدی، به یگان شکایت، به یگان تردید، به یگان دودیلگی از جای خود خیز. بسم الله الرحمن الرحیم. و اولین کاری که انجام میدهی این است که تو باید که طهارت انجام بدهی. طهارت که انجام دادی، بعد این دیگر امر جبار بالای تو می ایستد که باید قدم زنان به سوی مسجد محله خود برای ادا کردن نماز بامداد حاضر شوی. زیرا رسول اکرم میگوید خداوند فرمود من صلی الصبح فهو فی ذمة الله. کدام بنده از من اگر نماز بامداد با جماعت خواند، او بنده در ذمه من است. خداوند ذمه بنده را به سبب این نماز با جماعت بامداد به عهده خود میگیرد که این بنده امروز کافر نمی شود، این بنده امروز دیگر گناهگار نمی شود. این بنده ای که اگر خالص از برای من همون سحر در نماز بامداد اشتراک کرد، خدمت جبار خود کرد. من صلی بردین دخل الجنه. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر نماز بامداد با جماعت ادا کرد، اون کس وارد جنت میگردد. بعد خدمت گر توانی گریه بسیار کن. حضرت میگوید بعد این عبادت ها باز نناز که من به سوی تو ای خدایا عبادت کردم، من نماز بامداد خواب سحر پراندم و برای مسجد قدم زنان آمدم. اینا با به سوی درگاه خداوند نناز، بلکه باز گریه کن که خدایا این مشقت مرا به درگاه خود قبول بگردان. زیرا بنده بسیار مشکلات های دارد، بسیار حالت های خوف و خطر زیاد در پس دارد. همه مشکل برای ابن آدم، همه مشکل برای ابن آدم، همان که نیست واقف نیست آدم. همین که از عذابها با خبر شد، ز اندوه جزا خونی جگر شد. اصل همون آدم آدمی هست که از واقعهای خود، از روز جان دادن خود، از داخل شدن قبر، از روز بیدار شدن در روز قیامت فکر و اندیشه میکند. من یک شیخ احمد رضی الله عنه را به شما میگویم، بعدا انشاءالله صحبت منا آغاز میکنیم. حضرت در معدن حال جنونی
سبب گریه کردن شیخ احمد را خبر می‌دهد که شیخ احمد خیلی گریه می‌کردند، زاری می‌کردند، تولا می‌کردند. وقتی که از حضرت سبب گریه را پرسیدند، سبب زاری را پرسیدند، حضرت گفتند به بالا 8 جنت فوق گردون. جنت از روی روایت ها زیر عرش خداست، در قسم بالاست. دوزخ از روی روایت ها در زیر زمین است. به بالا 8 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ ماند بیچون. بیاسایم چگونه در میانه، بیاسایم چگونه در میانه، بود لازم به من ذکری شبانه. حضرت گفتند چگونه من آرام گیرم، چگونه این چشم از آب دیده قاق شود وقتی که بالای سر من 8 جنت است، زیر پای من 7 دوزخ است و من یک بنده نالایق در مابین اینها خواب هستم. ندانم اهل پستم یا که بالا، چه آید حکم از ایزد تعالی. من نمیدانم، گفت نمیدانم که از خدای من چه حکمی آمده باشد که این شیخ احمد را بالا میبرند یا پایان میبرند. از این خاطر من در اندوه هستم. چون این گفت آن جگر خون گریه‌ور شد، کشید آهی مگر خونی جگر شد. اون حضرت ها این فکرها در خیالشان بود. امروز ما و شما خنده میکنیم، ما و شما غافلانه بی پروایانه حرکت میکنیم. سببش این است که ما و شما از آن خوف و خطری که در پیش داریم درکدار نیستیم. کل عین باکیه الا 3، پیغمبر میگه تمام چشمها در روز قیامت گریه میکنند مگر 3 چشم در روز قیامت خنده میکنند. عین بکت من خشیت الله و عین غزت عن محارم الله و عین سهرت فی سبیل الله. چشمی که در دنیا از برای ترس خدا گریه کرده بود، این چشم در روز قیامت گریه نمیکنه. چشمی که حرامهای خدا در نظر نکرد، دویم چشم روز قیامت این چشم هم گریه نمیکنه. و چشمی که از شب تا به سحر بیدار بود، نمازهای تهجد میخواند، کتابخوانی میکرد، این چشمها هم روز قیامت خنده میکنند، گریه نمیکنند. خوش به حال آن برادرانی که از این گفته هایی که الها به سمع شما رسانیدم در وجود اونها این موجود است. و انشاءالله این عمل هایی که الحال گوش انداختین، اگر شما عمل کننده باشین، شما هیچگاه نه در دنیا و نه در آخرت البته گریه نمیکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. ان عمر رضی الله تعالی عنه قال نحن بیننا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب و سواد الشعر. این حدیث راویش حضرت عمر است. میگوید روز از روزها ما همراه پیغمبر خدا بودیم با همراهی چند نفر دیگر. الحال این حدیث به ما و شما بیان میکند موضوع ما و شما را و نشانه های قیامت را. نزد رسول اکرم نشسته بودیم، صحبت گرم پیغمبر خدا را گوش میکردیم. به ناگاه یک مرد در این مجلس ما حاضر شد. چنان لباسی سفید داشت که این چنین سفیدی را در هیچ لباس دیده نمیشد. سواد و شعر،
موی سرش چنان سیاهی بود که هیچ سیاهی به این موی سر مانند نبود. لا یرا علیه اثر السفر. و این مردی که در مجلس ما اشتراک کرد نشانه های مسافری هم در بدنش مشاهده کرده نمیشد، زیرا لباسش هیچ گرد و غباری نداشت. یک بار در مجلس ما پیدا شد. ولا یعرفه منا احد. این جمعیتی که ما در اطراف پیغمبر نشسته بودیم کسی این مرد را نمی شناخت. مردی ناشناس حاضر شد. وقتی پیغمبر را دید گفت السلام علیکم یا محمد صلی الله علیه و سلم. این در روایت مسلم میگذرد. در روایت بخاری باز بغیر سلام ذکر می شود. سلام دادن. حضرت عمر میگوید فجلس عند رسول الله صلی الله علیه و سلم فاسند رکبتیه الی رکبتیه و وضع کفیه علی فخذیه. عمر میگوید وقتی این مرد ناشناس معرکه ما که داخل شد، زانوهای خودم میگه چنان به پیغمبر خدا نزدیک کرد که زانو به زانو به پیغمبر نزدیک شد و نشست و دستهای خودم میگه بالای همین ران خود گذاشت و قال اخبرنی عن الاسلام. محمد بر من خبر بده اسلام چیست؟ فقال صلی الله علیه و سلم ان تعبد الله ولا تشرك به و تقیم الصلاة و تؤتی الزکات و تحج البیت و تصوم رمضان. پیغمبر خدا در جواب این مرد میگه جواب داد اسلام این است: اولا عبادت کن خداوند را چنان بشمار که هیچ ذات و شریک ندارد. خداوند فرزند ندارد، خداوند پدر ندارد، مادر ندارد، اولاد و خویش ندارد. دوم 5 وقت نماز خواندن است. رسول اکرم سوال این مرد جواب گفته ایستاده است. سوم زکات مال دادن است. چهارم اگر قوت داشته باشی حج کردن است. پنجم ماه مبارک رمضان روزه داشتن است. صدقت یا محمد فعجبنا. وقتی میگه رسول الله این جواب به این مرد گفت راست گفتی ای محمد. ما در تعجب افتادیم این کی هست که خود سوال میدهد باز خود تصدیق میکند. حضرت میگه باز این مرد میگه سوال دادن دوام داد. اخبرنی عن الایمان. از ایمان محمد بر ما خبر بده. رسول اکرم چی گفتند؟ ان تؤمنوا بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمنوا بالقدر خیره و شره. ها صدقت یا محمد. رسول اکرم جواب پره به این مرد داد. گفت ایمان این است که باوری کنی اولا بر وجود خدا، بر هستی خدا انسان باید که باوری داشته باشد. برادرای عزیز، پیش از آنی که این حدیث ما بر شما پره این حدیث مشهوری هست بیان کنم، در همین نکته یک چیزی را برای شما یادآور میشم. حضرت به ما و شما بیان دارد، پیشوای ما و شما پیغمبری خدا، اول این که شما ایمان داشته باشین بر وجود خدا، بر حاضر بودن خدا شما باور داشته باشید. اگر انسانی که خدا را عبادت میکند لکن در وجود خدا شک و شبهه داشته باشد، وای بنده از دایره ایمان اسلام بیرون است. این عقیده باطله که یک توده مردمی گمراه داشتن برای نبودن خدا، این عقیده باید در مردم مسلمان نباشد. من وقتی که یک کتاب مطالعه کردم عقیده مارکس در اونجا یافتم. مارکس گفته است خدا وجود ندارد، خدا را
خدا انسان را نه آفریده است بلکه انسان خدا را آفریده است. این عقیده مارکس است و این دین اسلام گفته است. در عقیده کتاب در دست ماست. این دین اسلام گفته است دینی هست که بعضی ثروتمندها این ایجاد کردن برآوردن، خود نعمت این دنیا را میخورند لکن مظلوما و بیچاره ها را به نعمت اخروی وعده میکنند. این باطل است. این عقیده باید در مردم مسلمان ما نباشد. من یک حکایه عادی یک پیرزن بر شما میکنم. برای وجود خدا دلیل آوردن. یک کمپیر، یک بیسواد، نه اونیورسیت خوانده بود، نه اینستیتوت خوانده بود، نه یگان دانشکده عالی خوانده بود. در پیش این مادر ما و شما میگه یک چرخی بافندگی داشت، رشته میبافت. مردی از او سوال کرد ای مادر، آیا برای وجود خدا یگان دلیلی داری؟ این مادر میگه دست از همون چرخه خود بیرون کرد، گفت فرزند من، گفت این چرخه که در پیش من میبینی این یک اسباب خیلی خرد است. این محتاج به سوی یک حرکت دهنده است، یعنی محتاج به سوی من است. همین من حرکت میدیم، حرکت میکند. وقتی دست من میگیرم از حرکت باز میایستد. فرزند من، گفت تصور کن این دنیای کلان، این آسمانی بی کنار، این زمینی بی حد، این ستاره هایی که از آسمان از زمین دیده کلان هستند، سرعت حرکتی تیز دارند. اگر اینا یک گرداننده نداشته باشند، اینا یک صاحب نداشته باشند، اینا با یکدیگر برمیخورند. عادی ترین یک عقیده یک پیرزن برای وجود خدا. حضرت ابو حنیفه، ملحدان وقتی که این نزد پیشوای ما و شما حضرت ابو حنیفه آمدن پرسیدن ابو حنیفه برای هستی خدا دلیل داری؟ حضرت چی گفتند؟ گفتند من برای این سوال شما را جواب دادن 2 روز مهلت میگیرم. گفتند میلش. بعد 2 روز وقتی که حضرت ابو حنیفه رو پرو شد به این ملحدان، ملحد گفته کسانی هستند که انکار کننده خدا هستند، بر وجود خدا باوری ندارند. گفت ابو حنیفه برای چی برای یک سوال جواب دادن 2 روز مهلت گرفتی؟ حضرت ابو حنیفه گفتند من در یک فکری بودم. یک کشتی گفتند در یک بحر حرکت میکرد، بالای خودش بسیار متاعای زیاد داشت، چیزهای دنیایی بسیار بار کردگی بود، لیکن آدم نداشت، حرکت میکرد. همون من در فکر همو بودم که حالی او چی میشیده باشد. اینا گفتن ابو حنیفه تو عقل خود خورده؟ نخواه کشتی در بحر به آدم حرکت کند. گفت من منتظر همین سوال شما بودم. وقتی یک کشتی در بحر به آدم حرکت نکند، این دنیا را که حرکت میدهد؟ این دنیا آیا به صاحب است؟ اینقدر پرنده، اینقدر چرنده، اینقدر ماهی های در زیر بحر، اینا را کی جابجا میکند؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. برای آدم هوشیار، برای آدمی با خرد، با عقل، باور کن عادی ترین یک برگ خودش گواهی میدهد که خدای ما و شما وجود دارد. امام مالک وقتی گفتن اثبات کن خدا را، یک برگ توت میگه گرفت، گفت اینمی برگ توت میگوید که خدا وجود دارد. یک نظر کن، گفت همین برگ توت اگر یک حیوان خورد شیر پیدا میکند، حیوان دیگر خورد گوشت پیدا میکند، همین اگو یک کیرم خورد گفت رشته پیدا میشود، اگر همین زنبور خورد عسل پیدا میشود. آیا گو به همین باور نداری؟ دوستای خدا برای ما و شما یک عادی ترین قصه ها را برای ما و شما پیشکش کردند تا که ما و شما در دل دو دلگی پیدا نکنیم برای وجود خدا. ابو حنیفه را 10 سوال دادند، ملحدان 10 سوالش دادند. 3 سوال آخری همون چگونه بود؟ سوال بود خدا در کجاست؟ یکم سوال. دوم، ابو حنیفه شما میگویید که شیطان از آتش است، از آتش آفرید از خدا شیطانه، باز در روز قیامت به آتش همین شیطان عذاب میدهد. چگونه آتش عذاب میدهد؟ و سوم این که در ازل بنده نیکی و بدی کتابت شده است، باید که اون بنده به این نیکی و بدی دست بزند.
پس چی لازم است که خدا اینها را در روز قیامت عذاب بکند؟ این سه سوالی بود که در دوره هایی که ابو حنیفه طالب بود بچه بود سوالش داده بودن. حضرت میگه چیکار کردن؟ گفتن من احتیاج به یک چیز دنیایی دارم، برای اثبات این سه سوال شما برای من یک چیز لازم است. گفت مرحمت چیز لازم است بیار. حضرت خیستن یک کلوخ کلانی را میگه در دست گرفته آوردن و بر سر همین مردی که سوال داده بود بر سر همون با یک ضرب سخت زدن و میگه وزیرهای این کس همه هجوم کردن، دشنام دادن. گفتم دشنام ندهی، این عمل را من انجام دادم تا که از این مسئله من سه سوال شما الحال خارج می شود. گفتن چگونه؟ گفتن از همون مردی را که زده بود ابو حنیفه پرسیدش آیا از همین ضرب کلوخی که من در سر تو زدم آیا درد در وجود تو پیدا شد؟ گفت بله. گفت خونها از سر من حرکت کردند برآمدند. گفت درد از کجا برآمده ایستاده است؟ گفت از جای زخم. گفت همون درد را برای من عیان کن، نمایان کن که همون درد در کجاست. یعنی همون درد با چشم دیده می شود؟ گفت نه، درد را با چشم دیده نمی شود. گفت درد با چشم دیده که نشود این مخلوق خداست درد، این خالق از کجا دیده می شود؟ وقتی خدای ما و شما میگه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، خدا خودش در سوره انعام میگوید من چنین ذاتی هستم که چشمهای شما مرا دیده نمیتواند لکن من همه شما را میبینم. و گفت سوال دادی که شیطان از آتش آفریده شده است. بله. وقتی شیطان خدا امر کرد که آدم سجده کن گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. ای خدا گفت تو مرا از آتش آفریدی و یا از خاک آفریدی، آتش از خاک افضلتر است، ما ویا سجده نمی کنم. و این ملحد گفت تو وقتی میگویی که از آتش آفریده شده است پس چگونه آتش می سوزاند؟ گفت ای بنده نافهم، تو گفت از خاک آفریده شدی و این کلوخی که من در تار سر تو زدم اینم از خاک بود. آیا خاک از خاک گفت عذاب نکشی؟ آیا به خاک زدم گفت تو در من نشدی؟ گفت این همون است. گفت خدا رحمت چون کند، رحمت و مغفرت چون کند. باور کن چنین جوابهای گفتن که اگر گمراه ترین انسان باشد به این جوابهای ابو حنیفه قانع می شود. و در این باب بسیار صحبتهای دارد، میخواهم دوام صحبت میریم. حضرت جواب دادند یکم اینکه به وجود خدا ما و شما ایمان داشته باشیم، دویم به ملائکه های خداوند ما و شما باوری داشته باشیم، سوم به کتاب هایی که از جانب خدا آمده است ما و شما باوری داشته باشیم، و چهارم بر روز قیامتی که برپا می شود بر او ما و شما باوری داشته باشیم، و تقدیر نیکی و بدی از جانب خداست به این هم ما و شما باوری داشته باشیم. این مرد سوال دهنده چی گفت؟ راست گفتی محمد، اخبرنی عن الاحسان. سوال سیوم از تو میکنم، مرا از احسان خبر بده. احسان چیست؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رسول اکرم در جواب این مرد چی گفت؟ خدا را چنان عبادت کن که همچنانی که وی را تو میبینی، اگرچه خدا را تو نمیبینی خدا تو را میبیند. این مرد سوال دهنده گفت راست گفتی محمد، اخبرنی عن الساعه، از قیامت مرا خبر بده، قیامت کی می شود؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما المسئول عنها باعلم من السائل. جواب دهنده از سوال دهنده دیده به علم تر است. گفت پیغمبر علم من، گفت رسول اکرم ای سوال دهنده از علم تو دیده کمتر است، من در باب قیامت چیزی نمیدانم. ولکن ساخبرک عن اشراطها، لیکن ای مرد گفت من از چند نشانه قیامت بر تو خبر میدهم. رسول الله سر کردن نشانه های آخرت. ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
پیش از آنه که این اولین نشانه‌ای که رسول اکرم خبر داد و شما معنی داد کنم، اولا شما را به این مردی سوال دهنده من شناس کنم، زیرا مرد بعد این سوال ناپدید شد رفت. ثم انطلق فلبثت ملیا. عمر میگوید این مرد از جای خود خیست بعد از شنیدن نشانه های قیامت. فلبثت ملیا، پشت میگه از همون مجلس ما بیرون شد و ناپدید شد. یا عمر اتدری من سائل؟ رسول اکرم گفت، عمر گفت سوال کننده را شناختین؟ این مرد که نزد شما بود آیا این را شناختین؟ قلنا الله و رسول اعلم. پیغمبر خدا و پیغمبر او داناتر است، ما این را نشناختیم. این کی بود؟ قال هذا جبرائیل. گفت ای اصحاب من، این برادر من جبرائیل بود. جاء یعلم الناس دینهم، این به امید آن آمده بود که شما را تعلیم دهد دین شما را و از شما، و من بر سمع شما رسانیدم اسلام چیست، ایمان چیست، احسان چیست و قیامت چیست و نشانه های قیامت چیست. این جبرائیل بود. چی گفتن؟ رسول الله چگونه معنی داد کردن؟ گفتن زمان می شود ای امت من، حفات العرات العاله، کسانی که حفات بودن، حفات گفته پاپوشی نداشتند، پای افضال نداشتند، یعنی پای لوچ بودند. عرات یک کرته نداشتند که در بدنشان بپوشند. عاله طایفه که فقیر بودند، نان خورده نداشتند. رعاء الشاه، کسانی که در بین شما چوپان بودند، خدمتگار ثروتمندها بودند. یتطاولون فی البنیان، زمان می شود که دولت و سهولت در دست اینها می زند. زمان می شود که این پایلوچ ها، این بی لباس ها، این کمبغل ها، این چوپان ها صاحب دولت می شوند و چکار میکنند؟ یتطاولون فی البنیان، در آشیانه انداختن، در خانه انداختن با یکدیگر مسابقه میکنند. در دوره های رسول اکرم این آشیانه هایی که در ما و شما بود اینها وجود نداشت. رسول اکرم این پیشگویی حضرت بودند، نشانه های قیامت برای ما و شما خبر دادند. وقتی گفتند این نشانه ها که ظاهر شد، امت من هوشیار شوین که قیامت نزدیک است. پایلوچ ها و بی لباس ها و فقیرها و پادبان ها یتطاولون فی البنیان، در بنیان، در آشیانه و در خانه های زیبا مسابقه میکنند. امروز شاید که این نشانه در بین ما و شما بر علا عیان باشد. یک کنایه بود به نام هج بودگان هر کی شدند، معنای همین ندارد. در اصل بعضی از برادرهایی که صاحب دولت شدند، صاحب سهولت و مال شدند، در حال به کارهای نامشروع دست میزنند، در حال طغیانگر میشوند، سرکش میشوند، تا جایی که این پول و مالی که خدا به آنها داده است در راه خیر استفاده کنند تا که در قیامت دستگیر اینها شود. نه، عکس این رفتار میکنند. زیرا که خدا در قرآن گفته است کلا ان الانسان لا یطغی ان رآه استغنا. سوره اقرا، اولین سوره که بر رسول اکرم نازل شدگی است. خدا چی میگوید؟ به درستی این که آدم، انسان اگرچنده که ضعیف است، عاجز است، سرکش می شود، طغیان می کند. کدام وقت؟ الرآه استغنا، وقتی که خودش به دولت می بیند، وقتی که در اطرافش و وقتی که در خزینه و صندوق خودش که مال زیاد می بیند، پول زیاد می بیند، وای در حال سرکش می شود. این آیت میگه سبب نزولش کی بود؟ ابو جهل که یکی از دولتمندهای همون زمان رسول اکرم بود، به سوی تمام همون مردم اعلان کرد که وقت محمد
سری خودت در همون خاک میگذارد و از خدای خودش زاره میکند مرا خبر دهین، با این پای که دارم در گردن محمد میگذارم و چهره او را در زمین خاکالود میکنم. این سبب طغیان ابو جهل بود، برای بدولت بود، برای وسولت بود. فکر کرد این دولت و این سولت شوی نجات میدهد. روز میگد رسول اکرم که چهره خودش در همون زمین پیشانی خودش گذاشت و سبحان ربی الاعلا شروع کرد و برای غم امتش گریه میکرد، ابو جهل خبر دادن ابو جهل محمد پیشانی خودش در خاک گذاشت و ساعتها میگذارد. ابو جهل میگد از جای خود خیست و دوان به همون جایی که محمد سجده داشت آمد. و مجرد مفسر قرآن میگوید نزدیک شد، یک چهره ناخوب در ابو جهل پیدا شد و پس گشت. میگد نزدیک نشد. وقتی از او رفیقاش پرسیدن چیکار کردی؟ پات نگذاشتی در گردن محمد؟ گفت قسم به ذات و قسم به لات و عزا. اونها یک بوتی داشتن، هیکلای امروزه ما و شما واری نامه هاشون لات و عزا بود. قسم گفت به لات و عزا که بین من و بین محمد وقتی من نزدیک شدم یک چاه گفت پیدا شد، از داخلش یک اژدهای گفت سرش برآورد و دهان خود به سوی من کشاده کرد. گفت از دیدن او گفت در چهره من ترس پیدا شد. وقتی این واقعه را بر رسول اکرم حکایت کردند که ابو جهل همچنان میگوید، رسول الله گفت قسم به عظمتی آن خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر ابو جهل یک قدم پیش میگذاشت فرشته ها اعضاهای او را پاره پاره میکردند. محمد بی صاحب نیست، محمد خدا دارد، محمد در حفظ خدای خود است. اذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من اشراطها. رسول اکرم باز دوام دادند، گفتند هر وقتایی که اگر پایلوچها و هر وقتای بی‌لباسها رؤوس الناس در مردم سردار انتخاب شدن، فذاک من اشراطها، اینم گفت از نشانه قیامت است. وقتی پیشوای شما گفت آدمهای پایلوچ و آدمهای نادان، آدمهای نامناسب پیشوای شما میشوند و سردار شما میشوند، اینم گفت رسول اکرم از اشراط ساعت است، اینم نشانه قیامت است. جاء اعرابی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا محمد متى الساعه. یک بادیانشین، یک در کوه زندگی میکردگی مرد نزد رسول اکرم آمد، میگوید ابو هریره میگوید پرسان کرد ای پیغمبر خدا قیامت کی میشود؟ حال اذا ضیعت امانه ضیعت الامانه، هر وقتایی که امانت خیانت شد قیامت قائم میشود. کیف اذاعتها یا رسول الله؟ این بادیانشین چی گفت؟ چگونه گفت امانت خیانت می شود؟ رسول الله گفتند اذا وسد الامر الى غیر اهل فانتظر ساعه. وقتی که تمام دفتر کاری شما، وقتی که سردارهای شما، پیشواهای شما اگر آدمای نااهل کی شد، شما یقین بدانید که قیامت نزدیک شد. قیامت نزدیک شد. خدا رحمت و مغفرت کند. حضرت حافظم همین منظره را برای ما و شما بیان کردند. آدمای نادان و آدم جاهل وقتی که پیشوای ما و شما می شود، باور کن آدم دانا دیگر جگرخون می شود. وقتی می بیند یک آدم نافهم پیشوا هست و آدم دانا از پس وی است، این باور کن در هیچ شرایط راست نمی آید. همین است که شاعر حافظ میگوید از تقاضای زمان و گردشی چرخی فلک، خیرس را گفتم تقای و خوک را گفتم امک. زمان شد میگد، یک زمان برپا شد که همون آدمایی که طبیعت خیرسانه داشتند یا طبیعت خوک مانند داشتند، اونها را ما به حیث امکی و به حیث تقه استفاده میکردیم. چیکار کنیم؟ زمانی شد که اونها را ما تقه میگفتیم و عمک میگفتیم، در حالتی که اونها از خوگم از خیرسم دیده پستر بودند.
این چی شور است در این دور قمر میبینم. این چی شور است در این دور قمر میبینم. همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. رسول اکرم وقتی بالای کوه مدینه برآمد به سوی اصحاب خود میگد، فریاد زد، گفت ای اصحاب، گفت بالای امت من، گفت فتنه مثل باران میبارد. چنان فتنه میبارد که از تیزی باران هم دیده فتنه را زیادتر میشود. حضرت هم را بیان دارد این چی شور است در این دور قمر میبینم. همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. این چی شد؟ این چی گردش ایامی هست که پیغمبر خدا بر ما خبر داد که در تمام منطقه، در تمام شهر، در تمام ممالک این شور و این فتور و این نافهمی ها پیدا شد. این چی شور است در این دور قمر میبینم. همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد. امروز ما جنجال بین دو برادر را خلاص میکنیم. دو برادری که از یک پدر از یک مادر هستند، اونها را جنگ اونها را ما خلاص میکنیم. رفته اونها را مصلحت میدهیم. اینا همه نشانه قیامت هستند. هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. حتی مهر پدر از فرزند کنده می شود. دیروز یک فرزند در نزد من شکایت کرد، من نام او را نمیگیرم. گفت داملا، گفت نزد پدر رو میرم، میگد که نزد من تماما نیا که دعای بدت میکنم. برای خاطر زنش، برای خاطری که زنی نو گرفته است، پیش من نیا بچم که من ترا دعای بد میکنم. کی لازم شدی من ترا دعوت میکنم. ای حضرت ها بیهوده نگفتند. هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. مردمان روز بهی میطلبند از ایام، مشکل این است که هر روز بدتر میبینم. هر روز ما دعا میکنیم، هر روز خاص ما آرزوی ما این است که بهبودی میشود، بهبودی میشود، لکن روز به روز مشکلات و نافهمی در بین ما و شما پیدا شده ایستاده است. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست. بین این مصرع شعریش همین حدیثی که الحال به شما گفتم. آدمای جاهل، نامناسب، نامطلوب، نامعقول، احمق پیشوای ما و شما میشوند. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینند. کجا یک دانا هست بیچاره حالش وزنین است، کجا یک آدم با خرد است زندگی خوب دریاب کردن نمیتواند، کجا یک آدم ابله است، کجا یک آدم نافهم است در بهترین شرایط زندگی دارد. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. طوق زرین زیب اسب داشت، این منصب و این پیشوایی زیب آدم خواندگی و زیب آدم دانا داشت، لکن این طوق زرین در گردن خر پرتافتن. حالان که برای خر همان جیل، همون پالانی که ذکر کرد، همان جیل کهنه مناسب بود، نه این طوق زرین. دختران را همه جنگ است و جدال با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هر روز جنگ بین مادر و بین دختر است. هر روز فرزندها آرزو میکنند که این پدرها از بالای سر اونها دور شود. پسران را همه بدخواه پدر میبینند. پند حافظ شنو ای خواجه، برو نیکی کن که من این پند به از گنج و گوهر میبینم. حضرت گفتن ای مردم، گفتن آگاه باشید، این پنده که من میگم این از خون جگر است. اگر بخواهی که انسان شوی، بخواهی که نجات بیابی، با این پنده که من بر شما دادم به این عمل کننده شوی.
دیگر نشانه قیامت پیغمبر خدا چی گفتند عرق آشکار می شود. در زمانهای پیغمبر خدا عرق نوش یافت نمی شد. بعد آن آیت انما الخمر برآمد، عرق حرام است، پلید است، عرق نوش وارد دوزخ می گردد. وقتی این آیت که آمد دیگر عرق نوش در مکه و در مدینه و در اطراف آن دولت‌هایی که رسول اکرم در آن دولت‌ها زندگی می‌کرد دیگر باقی نمانده بود. گفتن عرق نوشی آشکارا می‌شود. امروز عرق نوشی آشکارا شده است. در معرکه‌های مردم مسلمان ما و شما، علل خصوص در همین جمعیتی که نماز می‌خوانیم، علل خصوص بعضی از حاجیان ما و شما، حاجی است، در معرکش به مردم عرق می‌دهد، حالان که رسول اکرم میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس علی مائده یشرب علیه الخمر. اگر تو ایمانی بر خدا داری، ایمانی بر پیغمبر داری، در دسترخوانی که عرق گذاشته شده باشد در اطراف او دور نزن، ننشین. اون جای تو ای مردم مسلمان نیست. عرق نوش ها را حالشون ببینید. کدام عرق نوش امروز تن صحت دارد؟ کدام عرق نوش امروز قدر قیمت دارد؟ خداوند اینا بیهوده حرام نگردانی. وقتی مراجعت میکنی ای برادر حرام است، گناهگار میشوی، میگوید نمیشود، فرزندان نمیگذارند، یا اینکه علاج ندارد. نه، علاج دارد، مگر ایمان تو ضعیف است، مگر خودی تو ایمان کامل نداری، مگر خودی تو غیرت اسلامی نداری، از این خاطر نمیشود، علاج ندارد. رسول الله گفتن عرق نوشی آشکارا می شود. امروز در اکثر همون جوانایی که در خانه بگیم شکف داریم یا شفنیر داریم، در اکثرش برای زیبایی باز عرق ها هم گذاشته شده است. شما فراموش نکنید پیغمبر خدا میگوید در کدام خانه ای که می وجود داشته باشد در اون خانه ملائکه رحمت داخل نمی شود. اونا را دور پرتاییم. باز یک برادر سوال کرده است اگر از خانه گرفته او را برده فروشیم پولی او را استفاده کنیم و جایز است. رسول اکرم میگوید اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه. اینا مسلم ترمذی روایت کردند. هر چیزی را که خدا حرام گفته است پولی و هم حرام است. عرق زیاد می شود گفتن پیغمبر، زنا آشکارا می شود گفتن رسول اکرم. زنا هم آشکارا شد. و در دوام این اشراط ساعت چی گفتند؟ گفتند مردها عددشان کم می شود، عدد مرد خیلی کم می شود. حتی یکون ل50 امرأه قیمه واحد. پیغمبر خدا گفتند حتی برای 50 زن یک مرد راست می آید. زمان می شود چنان مردها کم می شوند، چنان صفشان کم می شود که حتی 50 زن در یک مرد راست می آید. این هم چی هست؟ این هم از نشانه قیامت است. رسول اکرم باز دوام دادند، نشانه آخرت گفتند حرج زیاد می شود. یا رسول الله ما الحرج؟ حرج چیز؟ قال القاتل القاتل القاتل. پیغمبر گفتند 3 بار تکرار کردند، گفتند کشتار بسیار می شود، کشتار بسیار می شود، خون ناحق بسیار می ریزد. امروز اخبارهایی که ما و شما به مجردی که به تماشای او شروع میکنیم از اول تا به آخر در همان مدت 15 دقیقه یا 30 دقیقه هر یک دولتی که نشان میدهد فقط کشتار است، فقط کشتار است، فقط کشتار است. اینم چی شد؟ اینم آشکارا شده است. رسول اکرم اینها را در همون زمانها برای ما و شما پیشگویی کردند. پیغمبر خدا دوام دادند، گفتند زمان می شود تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم فيقول الحجر يا مسلم
وراء یهودی فاقتله. پیغمبر خدا گفتند زمان می شود که شما ای مردم مسلمان با مردم یهودی جنگ میکنید. جنگ افتتاح می شود. مسلمان با قبیله یهود جنگ میکنند. فتسلطون علیهم. لکن عاقبت جنگ پیغمبر خدا گفتند ظفر به مسلمان ها انجام یابد. مسلمان ها در این جنگ بین یهود غالبیت به دست بیارند. چگونه گفتن پیغمبر؟ فیقول الحجر، حتی همین سنگهای کلانی که هستند اینها زبان میکشایند و میگویند یا مسلم وراء یهودیون، ای مسلم احتیاط شو و نزدیک من بیا که در پس من یهودی هست، فقتله و یا قتل کن. این زمان هم گفتم پیغمبر خدا نزدیک می شود. این زمان هم گفت بالای شما ای امتی من می آید. دوام می دهیم دیگر نشانه قیامت. لا تقوم ساعه حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 كلهم یزعم انه رسول الله. زمان می شود گفت پیغمبری خدا دجال ها می برایند. الحال صحبت ما به دجال کلانی نمی رسد، وقتی ما خیلی کم است. انشاءالله ما از دجال کلان به شما صحبت علاهیده داریم، زیرا او دجال دیگر دجالی هست که وای از 10 نشانه هست. این نشانه هایی که الحال من به شما گفته استم این نشانه های خرد است. قیامت 2 نشانه دارد، یکی نشانه های خرد، دیگر نشانه های کلان. این دجالی که یک چشم دارد و بین شام و بین عراق می براید و تمام مردم گمراه می کند، این دجال دجال کلانی است. این من صحبتش و جمعه های آینده می پرتم. رسول الله گفتند دجال ها می براید، یعنی فریب دهنده ها می برایند. قریبا من 30. اینها قریب که 30 نفر هستند. قریب که 30 نفر تا روز قیامت 30 دجال دیگر می براید. این 30 دجال، این 30 نفر گمان میبرند این که اونها پیغمبر هستند، در اصل کذابون، اینها دروغ میگن. بعد من دیگر پیغمبری خاتمه شد. در دوره های پیغمبری خدا مسیلمه برآمد. مسیلمه کذاب در قصه ها میگذرد، دعوای پیغمبری کرد. در دوره های ابوبکر وقتی رسول از دنیا گذشت دایرش بسیار وسیع شد، مردم بسیار در اطراف جمع کرد، لکن ابوبکر صدیق با مبارزه ضد او جنگ اعلان کرد. این مسیلمه را در این جنگ چکار کرد؟ نابود کرد. چندین قاری ها، چندین حافظای قرآن در ضد مسیلمه کذاب به شهادت رسیدند. و الحال ما و شما آگاه هستیم. یک برنامه در مجله بود که در خودجندم یک پیغمبر برآمد. شما آن مجله را خواندین که وی هم دعوای پیغمبری کرد و قبلش جدا کرد و گفت بر من چندین آیت ها آمده است به نام آیت کارپرتایی، به نام آیت ماهیگیری. اینها را این پیشکی هم برنامه ها داشت، لکن این هم از جمله همین 30 نفر دجال های هستند که پیغمبری خدا پیشگویی کردند. اینها چکار کردند؟ برآمدند. تا بین این و تا بین اون مسیلمه کذاب چندین تا دیگه برآمده است. شاید باز تا قیامت چندین نفرهای دیگه باز برآمد کنند، لکن شما اینها را باور نکنید. اینها دروغ میگویند. اینا همه دروغگو هستند، اینا کذاب هستند. اینا جنهای دارند که اون جنها کافر هستند. اینها را وسواس میکنند که شما پیغمبر هستین و من جبرائیل هستم برای تو وحی میارم. اینا گمان میکنند که پیغمبر هستند، در اصل پیغمبر تمام پیغمبری خاتمه شد. این رسول اکرم هم چیکار کردند؟ برای ما و شما پیشگویی کردند. و دیگر نشانه آخرت رسول اکرم گفتند که حضرت ابو هریره میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، پیغمبر خدا گفتند لا تقوم الساعه، قیامت قائم نمی شود مگر کدام وقت یک مرد می براید
ذو سویقتین من الحبشه یخرب الكعبه. سبحان الله. یک زمان گفت میبراید، یک مرد میبراید که پاهای خیلی باریک دارد، پایهاش باریک است، پایهایش خیلی باریک است، خودش سیاه پوست است، قدی پس دارد. یخرب الكعبه، همین کعبه مکه مکرمه را خراب میکند، کعبه را چپه میکند. این کعبه ای که امروز ما و شما با یک کوشش های خیلی زیاد، با یک مهر و محبت خیلی زیاده، با چندین هزار کیلومتر طی میکنیم که آن مکافات خدا در قرآن گفته است هر کسی که حج میکند و بعد حج عملهای صالحش ترک نمیکند مکافات او جنت است. همین کعبه را رسول اکرم گفت یک مرد میبراید، پایهای خیلی باریک دارد، خود سیاه پوست است و قد پس دارد که کعبه شما را خراب میکند. سبحان الله. خدایا از او روز ما را پناه طلب میکنیم به سوی تو. کاش که او روز ما و شما نبینیم و الی آدم مسلمان حقانی به دیدن این منظره شاید که دیگر در دنیا زندگی کرده نتاند. امروز ما به چشم شد سر میبینیم که بعضی از مسلمان های ما و شما زیر تیرها قرار دارند، عذاب و مشقت دارند، خانه ها ندارند، سرسان و سرگردان شدند. برای این قدر غمخوری میکنیم. وقتی کعبه مسلمان ها که چپه شود حال ما و شما چگونه میشده باشد؟ این بعضی از نشانه هایی که به سمع شما رسانیدم، این بعضیش هست. به نهایت زیاد گفتن پیغمبر، به نهایت زیاد گفتن از علامت های خوردش، لکن انشاءالله خدا خواسته باشد فکر میکنم همینش برای ما و شما کفایت کننده هست و میگذاریم به نشانه های 10 نشانه که پیغمبر خدا گفتن که خیلی نشانه های کلان است. از آن جمله آفتابی که از این مشرق می براید و سوی مغرب غایب می شود. قیامت که نزدیک شود از این جانب حرکت آفتاب سر می شود. آفتاب برآمد خدا، طلوع خدا از جانب مغرب می کند که آن روز دیگر در توبه بسته می شود، دیگر توبه ما و شما قبول نمی شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا اهل این جمعیت ما را اولا خدایا تنی صحت، عمر دراز نصیب روزیشان بگردان. خدایا هر مراد و هر مطلوب و هر مقصدی که در دل دارند اگر نیک باشند خدایا برآورده خیر بگردان. خدای مهربان در دل همه ما بندگان محبت خودت را، محبت اسلامت را، قرآنت را و جمیع مسلمین روی دنیا را خدایا مستحکم بگردان. و خدای مهربان امروز ما هم پیشواها داریم، سردارها داریم، در حق اونها هم باید ما و شما دائما دعا کنیم که خدایا اونها را هم توفیقشان رفیق بگرداند. در دین آنها خدایا محبت قرآن و اسلام و خداوند و این جمعیت را داخل بگرداند و خدایا اونها را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبشان بگرداند. و هر یک نقشه های خوبی که برای آبادانی این جمهوری ما و شما دارند خدایا اونها را به این نقشه های نیکشان موفقشان بگرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. همینجا یک وقت شما را کمی میگیرم، وقت مالی هست. یک دو جمعه شد که ما اعلان میکنیم برای آبادانی همین مسجد. در طرف همین راست من یک جای طهارتگاهی که یعنی ساخته بودن این برادرها، فقط همون 4 دیوالیش کردن، دیگر با پشاندن او دیگر به تعمیر او نرسیدن. قریب یک هفته شد در حضور وکیل همین محله و بسیاری از مستفیدهای همین جمعیت همین محله همون ساختمان قریب که به آخر رسید، یعنی پشانیده شد، تخته و چوب و مبلغ‌های زیاد صرف شد. هزارها و شکر، خدا را شکر که بسیاری برادرها اینجا دیگر من مبلغ‌هاش ذکر نمیکنم، فقط همین انسان‌ها را یک نامگیر میکنیم، در حقشان دعا کنیم که بسیار یک یاردمی کلان کردند.
در دوام یک هفته یعنی خانه کلان پوشانیدن از تخته و از چوب. ختان البته تصور کنین چندین روزها در اینجا تراکتورها کار کرد، مردم زیاد کار کرد. این محله هم برادرمان استاد خورشید از همین محله هست، بالای همین حاجت خانه و همین طهارت خانه را با همراهی استاد سلطان و با همراهی اکای قربان که خدا عائلش نگذشته است رحمت و مغفرت کند، یک جایه شدند، بالای همین پوشانیدند. بابای حاجی شاهین هم که یکی از مردهای پیشوای همین معرکه هستند، خدا در عمر و جانش برکات دهد. برادرمان بابای کریم اکای آدینه که تمام گشت هایی که بالای همون الحال چند هزار، قریب 3000 یا 4000 یعنی پوشانیده کرد، این امگمان اکای آدینه هستند. برادرمان این داملا نظرعلی اکای محب الله اکای دولت، بابای حاجی سید احمد هم بودن پیرانسال هستند، بیچاره در اینجا خدمت کردند و دیگر بچه هایی که در اینجا خدمت ها کردند.